هذا النور شفاء صدور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قصه غار ثور قسم سیوم. عزیزان من، اکنون باز با هم قسم سیوم این قصه را میشنویم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با همراه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه در داخل غار ثور 3 شبانه روز پنهان بودند. مردم قوم قریش هرچند آنها را کافتند اما از آنها خبر نیافتند. پس ناامید شدند و از جستجو کردن دست کشیدند. در اولهای ماه ربیع الاول حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همراه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه از داخل غار ثور برآمدند و بعد نماز شام بود که به سوی شهر مدینه سفر کردند. آن شخصی که نامش عبدالله ابن ارقم بود، این 2 شخص بزرگ را راهبری میکرد و به سوی شهر مدینه میبرد. در هنگام سفر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه خسته شدند، زیرا بیابان جای سایه نداشت و به نهایت آفتاب گرم میکرد. نگاه کردند که در یک طرف کوه یک درخت سایگی میکند. پس به نزد همان درخت رفتند و در زیر سایه همان درخت کم استراحت کردند. نام آن درخت صخره بود. چشم حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه به یک چوپان رسید. پس آن چوپان را به نزد خود فریاد کرد و گفت: ای چوپان، آیا از گوسفندهایت کدامش را به ما میدهی؟ چوپان گفت: شما کدام گوسفندی را خواهید انتخاب کرده گیرید. یک گوسفندی را که شیر میداد انتخاب کردند و همان گوسفند را حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه جوشید و شیرش را به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داد تا او بنوشد و خستگیش برطرف شود. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه همراه خود یک پوست حیوان هم داشت. پس همان پوست را در زمین پهن کرد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بالای همان پوست خواب رفتند. یکی از دشمن‌هایی که از قوم قریش بود و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه را جستجو می‌کرد، نامش مالک ابن جحش بود، از قبیله مدلج. روز همین مالک ابن جحش در اسب خود سوار شد و به جستجوی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و ابوبکر رضی الله تعالی عنه برآمد. وقتی که خواست اسب را دواند، در حال 2 دست اسب در زمین درآمد. پس اسبش حرکت کردن نتوانست. عزیزان من، پس خود بیاندیشید که خداوند چگونه قدرت ها دارد. یعنی خداوند همیشه پیغمبرانش را از عذاب دشمنها نگاه می داشت. برادران عزیز، سرگذشت پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم یک کتاب بزرگ است که نام آن کتاب سیرت نبی می باشد. از این خاطر من همه آن کتاب را برای شما پیشکش کردن نمی توانم. خلاصه دشمنها به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ضرر رسانیده نمی توانند و او آزادانه به شهر مدینه رفته می رسد. اینک رسیدیم به پایان این قصه. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.